مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. ز تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. السلام علیکم تماشابینان مخلصان عزیز شبکه شهنان و تبریکاتی ما. امروز جمعه تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک شهر سمرقند در خانواده رجب بابا مهمان هستیم. امروز رقیانه را در جشن زادروز در میلاد عمرشان 74 سالگی جشن زادروزشان تبریک میگویم. از نام فرزندان، از نام نظیرکه، ناصرکه، بهادرکه، نصیبایتی و از نام سه کلین پادشاه‌ها تبریک کرده. این لحظه های خرسندی رو هم راهی شمایان به هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان و ما سر کردیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم خویش و تبار نزدیکان و البته صاحب جشن و صاحب خاندان. همه شمایان را به امروز روز خرسندی جشن زادروزی رقیانه خوش آمدیدتان میگویم. برای ما رقیانه و البته رجب بابا لازم است. رجب بابا هم همینجا میخودشان وقتی برایشان خرسک میزنیم به نظر ما تکلیف میکنیم. رقیانه مرحبا، نزدیکتر میستیم پیش بابا، این طرف مرحبا. البته رجب بابا رو نیست تکلیف میکنیم. مرحبا. boşak canım gelmedarım, yalnızlığın alemi baharım. Bu benim anam, bu benim anam. Rajab baba be nazdiktar. Assalomu alaykum. Ben ayoni man nazdiktar. Az in taraf. Ben peshmanda. Assalomu alaykum. Zodroz muborak. Imroz rozi bayramro muborakbod meguyem. Imroz mana onajoni shirini nabiraha, modari mehraboni farzandha va zavjayi shirin dasti xonadoni shuma jashni zodroz doran muallima chandin sola ki tamomi حیات و تمام جوانی خود را برای تعلیم و تربیت دادن نسل نورس فدا کردند. امروز مادر عزیز جشن زادروز دارند. البته روحیانه زادروز مبارک باشد. مهمانان عزیز شنیدتان به حضور شدید. ما بسیار گپ میزنیم، بسیار سخن میگیم. شنیدتان البته به حضور استراحت کنیدتان. ما باشد از روحیانه میپرسیم که عذاب کی آمده ما شما تبریک کنیم. چون فقط همه میگوید عذاب فرزندان. حاضر بینید که خودشان شرم داشته بیرون با استودن و سیر بای ندادن. از نام رجب بابا شما تبریک کنی آمدیم. باینشمین از نام رجب بابا شما تبریک میگویم. همیشه یک جای دمی پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند.
من در این سین و سال مبارک خدا کند که به زیارت کعبه الله نصیب کند. همیشه در سر فرزندان، در سر نبیره ها دعاگوی باشید. امروز رقیانه شما را از نام فرزندان عزیزتان، از نام نظیرکه، ناصرکه، بهادرکه، نصیبایتی و از نام سه کریم پاشوی نازنینتان تبریک میگوییم. همیشه صحت سلامت باشید. برای مادر چقدر سخن گویم کم است. مادر معلم، آموزگار، استاد است. مادر خود فرزند را با بین دو دنیا ایستاده آنها را به دنیا می‌بیارد، با شیر پاکش با وایه می‌رساند و شما صاحب آن کسب هستید که آن کودکان را تعلیم داده حرف و سواد می‌آموزانید. هزار رحمت. از نام تمام شاگردان شما را تبریک میگویم. آنها فخر میکنند که چنین استاد دارند. فرزندان میفخرند که چنین مادری مهربان دارند. برای مادر چقدر سخن گویم کم است، زیرا جنت در زیر قدم مادران است. همان روزی که زن را، مادر جان را مانند شما بیجانها را خداوند کریم آفرید، به دستش آن جنت را تحفه ساخت که اینقدر نازنین است از گفتنی هایش ما شنیده ایم. و بعد از چند لحظه ها مادر را به فرزند، فرزند را به مادر تصور کرده نمیشد و آن فرزند را خداوند کریم ساخت و به دست مادر تحفه کرد. مادران به یگان اندیشه آن جنت را زیر قدم های خود گذاشتند. این است بزرگی مادر. امروز از نام فرزندان برایتان میگویم باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پرورده ام، می هم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. پند او را تا ابد می دارم در دل نگاه، از ضمیر قلب می آید صدای مادرم. همیشه صحت سلامت باشید. امروز رجب بابا چند سال شد تو اشتگاهتون بود؟ علی خش 50 ساله. 50 سالگی تیلاگی سال میگوید نه؟ بگذار الان خیلی 100 سالگیش رو جشن گرفتن نصیب کند. معلمه راستش میگویم به دروغ گوییم. رجب بابا چند بار گل پدر کنند. نبینید که زادروزتان بعد از سال نو زمستان خنک اقل 8 مرتبه پدرکه میکنن. می نمی راستش بگیم چند بار؟ یکرم به اخیره گل دسته گوستیم. البته امروز باشد در زیر گواهی اینقدر مهمانان عزیز خودشان رجب بابا کنه رمز محبت اظهار کرده برای رقیانه تقدیم میکنیم گلدسته. میتونیم می؟ مرحمت بیارید خودشان بسپارید گلدسته خودشان بسپارن. زادرس مبارک باشن بگیم. مرحمت مبارک باشن. خدا کند که بعد از برگشتن از زیارت خانه خداوند حاجیانم و حاجی باباشت آمدگاهتان به علم خیر شما را پیشواز گرفته در این کاشانه پرفیضتان تبریک کردن برای ما نصیب کنند. با چنین نیت ها رجب بابا برای شما از نام فرزندها، از نام کریم پاشاها برای شما در روی دنیا که تمام دنیا تنگ گرفت کتاب قیمت بهاترین قرآن کریم را آماده کردیم. پیشکش شما میکنیم. بیرم زادرس مبارک. مرحمت. مانند شما مادران زر و زیوری خاندان هستند. مانند شما مادران هستی بود و نبود فرزند هستند. امروز باشد از نام فرزندان عزیز برای شما انگشترین طلا تیار کردیم. مرحمت کریم پاس خودشان میگذرانند برای مادری عزیز، برای بهشتی خاندان. زادروزشان مبارک باشد بگیم. مرحمت.
yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagim chorasini topgan. Tosh otgan, jonimni otgan. Dars cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qishdan sar kulmagan bedorim. Boşak canımga madorim. Yalnızli nolali bahorim. Bu mening onam. Rahmat, tashakkur bebim. Ruqiyona mana 50 sonagi to'y ha. Rajab bobo 50 sol pesh tortburi ikkinchi to'yba nabuna budmi. Faqat yakta buldastek kalon memardim to'y meguzashт hamliba. Hozir guftam farzandon on armonhoyashon amaliy gardad. Dilashon ba armon namonad. Ta hast ma barayashon xizmat mekunیم. و البته دوست می‌داریم دست ببینیم شما با چنین نیت‌ها در اینجا شیرینی آوردیم هر دیاتون شیرینی رو می‌بریم از آن تنوع می‌کنیم بعد از آن سخن‌های تبریکاتی رو می‌شنویم بیایید تان تارت‌ها مرحمت زادروز مبارک شما صبح کنیم کنیم دکیانا شما صبح کنیم شب مبارک باشد زادروز مبارک Собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения. امروز زادروزشان است نه گفتم حقتون نیست شیرین یه تنوع کنید مبارک باشد زادروز مبارک حتی پنج شما هم کس با شیرینیه С днем рождения, любви до مبارک باشد رحمت زادروز مبارک رجب بابا امروز پنگوی خیستش یکم شما تبریک کردید می نبیره همی من یکم دارم براق میخدم شرش که تبریک کردید می من یک تا شرکت شنویم کنی این لحظه های ما تاریخ و مهور میسازیم یک کتابی کلام داریم قریب 3 تا کتاب نویسیم بگذار و کتاب ورقاش به آخر باشد امروز یک ورقاش با شما جایگیر کنیم یک تا نیت های نحضتون رو شنویم نبیره های دعا کنید و البته معلمه در زادروزشان تبریک کنید مرحبا میگونم شما دتون ساختر آمد هموتون کرده چی نیت که باشه نیتتون مرسه کبرمون سب بدرون نیورو حضوری همین باید بیند کمپیر باید حضور همینه بیند اونا هم رشکر پروان چید چی نیت که باشه نیتون بسته کردم تو باشه هموتون او هم خیلی موشه هم کم نشه رحمت سلامت باشم جان خواهرکم دلی جان خواهرکم صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم بگوید یک تا نیت های نقضشون رو شنویم مرحبا السلام علیکم مهمانای عزیز من نخست در مورد خدماتی من ایدم ببخشتون و همین زادروزی آیتیم هم وقت بردوام شود الهی عمرکشون دراز شود رزقکشون فراخ شود کمبودی های دنیای نبینم همه وقت ساخت سلامت سری بچه کشتون بگردم بول شود کم نشود ساخت سلامت گردن الهی همه وقت عمرکشون دراز شود رزقکشون فراخ شود بطوری بچه کشتون ببینم رحمت سلامت باشه و فرزندان رو تکلیف میکنیم نزدیرکر از مسافرت تبریک میگویند و حالا باشد میخواستیم از زمین نوسیرکر مرحبت از زمین نوسیرکر ассалому алайкум меҳмонои азиз хуш омадедон дар гӯҳи муҳаммакам ба бимвон ва мана имрӯз чихе рӯзи хушнудӣ рӯзи шукрона рӯзи зодрӯзи бимвон ҳамамо ҷамъ омадем аввалам хуш омадедон ҳаммекотон бимвоҷон имрӯз шумо я рӯзи шукоратон ки табрик мекунед аз номи ҳамин авсундом аз номи келином аз номи насибачедон аз номи неваротон илоҳи ҳузури давлат ҳузури ҳаминакҳоя бинед давлати пирӣ барасед муҳаммакам ки қӯша пир шавед дарду доғи дунёя набинед айн ирӯз зиндагитон фақат хушу хурсандӣ кардӣ тӯю тамошо кардӣ камолҳои неваротон кардӣ дидан насиб кунад моҳон шумона нағз мебинем моҳон бе шумо ҳеҷ ки не дунёя бедадабӣ тасаввур кардан қиин
الهیم همه وقت پاچگاتون با قوت مانده توی همین نیوراتون باید منم خیلی دیوتان راست همه مبارک بودی کردن شما نکو با بیجانم با اهل همین بودگی که هم بکشم با نصیب کنم همین سیتا سراتون نصیبای کلام کردید چه عذابا کردید الهیم عذابای کشتگیتان راحت شود شما سیتا کلنتون نه چهار تا فرزندتون هم باید مهم شما فرزندتون برین من شما بیم گفته این درگاه با قدم موندگی بودگیتون بشکر صد بدارید من شما گنده نزدن شما من سویان چیغم شما من سویانگیم تاغم ایشانگیم باغم جاش بیاد هم مگه ما هیچ کی با گفتنتون آمدشم با خالی شده میرفتگی یگانه کم بودگیتون بشکر صد بدارید الهی شما اینم زیادش به می ارزه کمی مونه جای مول ببینید خوش آمدیتون هماتون بدن قرصک زنیم بیتها از صمیم قلب برآورد بگذار هر عائله چنین باشد هر عائله مانند این عائله خوشبخت باشد ماندگی کریم پاسخ تبریک میگم مرحمت خوش رحمت و از مهمان آن میشنویم مرحمت سلام علیکم مهمانان عزیز ابو علی ابن سینا تحقیقات گذراندین شیری مادر با هیچی دنیا با برابر نه مهری مادر با دنیا با هیچی برابر نه انامین مهری عقوبت الله بردوام کند پروردگار وعده است کدام جوبا که مهر و عقوبت باشد برکه ما همه جواب میتیم الهیم همین عائله با مهر و عقوبت خیر و برکه عمری دراز رزق فراخ آیتیم با یک از خدا نمیم با یک از آیتیم الله نصیب گرداند امروز که سالشان به الله رسان هر سال همین روز به الله رساند حضور حلاوت فرزندکاشان بینند الهیم دلشون به چی نیت و طلبت خوشون است الله همون برساند الهیم احتمالاتون با رحمت شما هم الهیم صد بدارید به نتکاتون راحت شود رحمت تشکر خدا خدا هزار رحمت می‌کنیم سلامت باشید انظام همسایه ها بتون هر دیاتونم برید دیاتوی نمز نیکوش نبیم مرحمت السلام علیکم مهمونکای عزیز همین درگاهی خواهرسم با آمدتان الهیم همه سال سلامت گردتان آیتون جان الهیم صد بداره روزکای نه کبینه پاچون که خوش قری کنه همه حضور بچه کویا دیده نیوره ایوره چهره کویا بینه روزکای نغز بینه همه وقت ساغ و سلامت باشه چی نیت کرده باشه نیتکتون ما رسیده گرده پایکتون ما خار نخله سرکتون درد نبینه همه وقت آرزی خلاصکتون این زیاد شود این سال با این ملتر شده این زیاد شده شنه همه وقت ساغ باشه سلامت باشه السلام علیکم همسایه‌کم مهمونکم شامده به این درگاه همسایه‌کم من این رکیت کردیم هم 44 روز سال روز همسایه شما هم بطور نرفته است سرکم بولش بشوردر ادرکم بول پسکم همی اویتیم الهی سات بدریم حضوری حالات همی میوره اولیه بیه الهی بام پیگیرتون الهی خوشکر شده همه وقت روزاکای دنگاتون من همیشه خوش سال بکتی بزارم رحمت تشکر میگویم زادروز مبارک خدا کنند 100 سالگی و 120 سالگی ما مونده تبریک کردن در آن وقت پیری برنادیل شدن نصیب کند برای شما زادروزتان مبارک اکنون باشد امروز زادروز است حالا این نو سال نو قدم هاشا دور کیس است از ما یک جای دو بیرم یک جای کرده با یک درجه اعلا میگذارانیم یک جای همراهی شمایان میرقصیم خورسندی میکنیم زادروز مبارک باشد میگویم مرحمت سرودها برای شمایان بریم برای مقصره بخونیم مرحمت خوش آمده
ikki gapiryapti kujoqde boshimni qotiryapti
اینک بیننده های عزیز طریق آینه نیروگین همراه شمایان باز هم خداحافظی میکنیم تا بازدید برنامه های دیگر. امروز باشد در خانواده رجب بابا مهمان شدیم. معلمه رقیانه را در جشن زادروزشان از نام فرزندان، از مسافرت بودگی فرزندان در اطرافشان بودگی نزدیکان تبریک کرده. همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رحمت، سلامت باشید.